خواهرای عزیز و برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. چگونه ای که امروز داعی های بدبخت و روسیا، داعی ها، دعوت کننده های از خدا بی خبر، وقتی خواهرهای ما و شما را مبدل به فتح پوشیدن کردند، مبدل با سری لوچ کردند، مبدل به گردنهای لوچ کردند، ما و شما چرا دعوت نکنیم؟ چرا ما و شما خاموش ایستیم؟ چرا اونها غیرت پیدا کردند که این احوال بالای زن مسلمان پیدا کردند؟ چرا ما غیرت نکنیم؟ چرا نگذاریم که دختری ما فتح نپوشد؟ چرا دهانهای ما و شما پوشیده باشد؟ با تمام قوه باید مبارزه بردن در کار، چگونه ای که اونها مبارزه برده ایستادند. او روز اگر تماشا کرده باشین، رئیس جمهور با جوانها برآمد داشت. فکر میکنم همه تماشا کردین، من هم تماشا کردم. رئیس جمهور گفت وقتی سوال از جانب دختر تاجیک کولابی شد، گفت دوست می‌دارم که دختری کولابی چکن داشته باشد و داکه در سر داشته باشد. اینا همه شما شنیدین. نفرونه که قد پست دارد و میخواید قد بلند داشته باشد، یا اینکه فربه هستید و میخواید خراب شوید، یا اینکه خراب هستید و میخواید فربه شوید، یا اینکه زنهایی که از بیماری‌های زنانه اذیت میکشند، یا اینکه از دردهای معده، روده، گرده اذیت میکشند، به همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. یا اینکه زنهایی که از مرشینه یا از داغ‌های سفید روی اذیت میکشند، به همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد مینماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد، هم رفته حجامه کند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. وقتی ما و شما زن گرفتیم، اونها چکن داشتند، اونها لطه های بالای سر پوشیده داشتند، اونها را کسی نمیدید. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوس شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستین ها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی. ما باید به زنهای غرب تقلید نکنیم. از غرب مرحمت یاد گیرین، کامپیوتر یاد بگیرین. چگونه ای که پیشرفتی در ترقیات ها کردن، مرحمت در اینش تقلید کنین، لیکن در لباس اونها تقلید نکنین. خواهرای عزیز، پوشیدن لباس قیمت من نیست، پس پرده نشستن من نیست. اسلام نمیگوید پس پرده نشین، اسلام نمیگوید که متریال قیمت نپوش، بلکه بپوش، لکن آستیندار باشد، لکن پیشی برش بسته باشد. این است لباس مسلمان. آیا همین قیچی را گرفتن، همین آستین کلده کردن کار قین است؟ ببینید دیگر زنها خدا برکت چونتیه در شهر وقتی میبینی چی زینت زیبا دارند. اونها نمیتوانند، میتوانند، لیکن ایمان و خدا ترسی و برادرای مسلمان و پدرهای مسلمان دارند. معلوم میشه که اون خانه خانه با ترتیب بوده است، اون خانه خانه بوده است که اونجا قرآن حکمران بوده است. وقتی که این زنها از آغاز زندگی به این بی‌حیایی، به این بی‌شرمی، به این بی‌اهمیتی، وقتی که آغاز زندگی میکنن، از اینها چگونه مادر اساسی پیدا می شود؟ از اینها چگونه فرزندهای سالم و صالح پیدا می شود؟ کی پیدا می شود؟ خدا رحمت کند. حضرت محمد اقبال لاهوری را میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. زنها را میگوید. این پیغمبر خدا میگوید لا تضربوا اماء الله. امروز خواهرای ما و شما این قدر قیمت خدا گم کردن. پیغمبر میگوید لا تضربوا اماء الله. ای مردها هوشیار باشین، کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته است، کنیزک من هستیم. دنیاکم النساء. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است.
چه قدر داری، چه منزلت داری. صد افسوس که امروز منزلتی خطا، قدری خطا تو گم کردی. فکر میکنی که همون سری لوچ و گردن لوچ زینت توست. نه، زینت تو نیست. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. صدق الله العظیم. چقدر که میبینید تماشابینان عزیز، قرآن کریم یعنی کلام الله با زبان تاجیکی، زبان عربی را با کریلی یعنی با زبان تاجیکی نویسندگی‌اند و این چنین ترجمه با زبان تاجیکی دارد. شخصانی که میخواهند بار اول خواندن قرآن را شروع کنند، اگر از این گونه قرآن ها شروع کنید بسیار آسان خوان و آسان فهم است و این چنین برای پدران و مادران و نزدیکانتان بسیار هم یک تحفه بهترین است. اگر تحفه کردنی باشید از این گونه کلام الله یعنی از این گونه قرآن ها تحفه کنید، انشاءالله هم ثواب و هم بهترین تحفه می باشد. برای شخصانی که این گونه قرآن ها لازم است و رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید و هر کجایی که خواهید و شما روان میکنند. بلند چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای خواهر عزیز میگوید تو میگن نظر به فاطمه کن، نظر به عایشه کن، نظر به ام گلسون کن، به اینها نظر کن. از اونها میگه حیات یاد بگیر، از اونها شرم و حیا را یاد بگیر. برای چی؟ برای چی از اونها یاد بگیر؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. حضرت میگوید برای آن تو پیرو فاطمه شو، برای آن پیرو عایشه شو که مثل فاطمه حسین تو به دنیا بیاری، مثل فاطمه تو حسن به دنیا بیاری. وقتی تو پیرو فاطمه نمیشی، پیرو عایشه نمیشوی، از کجا از تو حسن پیدا میشود؟ از کجا بر تو حسین پیدا میشود؟ از این خاطر خوش به حالت برادر عزیز، هر کدام مسلمان ها، همه شما برادرها، با یک گوش کردن امر معروف و با 5 وقت نمازی که شما در یک روز خواندین، در این حالت شما فکر نکنید که تمام ذمه اسلام از گردن شما برداشته شد، بلکه این وظیفه همه شماست. در خاندان کار کنین تا حد امکان. چگونه ای که امروز مردم غرب حرکت دارد، ما و شما را از راه بیراه کرد، ما و شما هم حرکت کنیم که فرزندها را اسلامی کنیم، فرزندها را نمازخوان کنیم، فرزندها را با ستر با حیا کنیم. این از وظیفه هر یک مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکای حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم که با این سوال من جواب دهید. دختر را مرد بیگانه با گپ زدن یعنی سویدنی دعوت کند، حکم او در اسلام چگونه است؟ در آخر داملا طلب میکنم که این نمازهای مرا خداوند به درگاهش قبول کند. این کسانی که زنهای بیگانه را با ملاقات دعوت میکنند و با آنها صحبت میکنند، آنها اگرچنده که با یکدیگر نزدیک هم که نشوند، پیغمبر خدا گفتند العینان تزنیان و زناهما النظر، چشمها هم زنا میکنند. گفت پیغمبر و زنای چشم این نگاه کردنی خیلی با خرسندی به سوی یک زنی بیگانه است. وقتی وی ملاقات دعوت میکند، با او با چشمهای خود به سوی این زن نگاه میکند و این زن با سوی این مرد نگاه میکند، دست دراز میکنند، با یکدیگر سلام میکنند. اینها همچنان در نزد خداوند تصور کنند که زناکار نویسانده میشوند. اینها حق ندارند. تا اگر چگونه یک پیغمبر خدا میگه النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی اگر از نکاح من رو میگرداند وی از امت من نیست.
اگر خواهش داری همان دختری که با او ملاقات میکنی به نیت ملاقات کن که وی تو میگرفتگی باشی. یعنی اسلام اجازت میدهد که همان زنی را که شما میخواهید که در نکاح خود درآرین وی با همراهی او صحبت جداگانه داشته باشین، یعنی با او روپرو شوین، نه به سلام، بلکه با او مصلحت کنین، راز دل یکدیگر را گویین. اگر معقول شوین مرحمت، معقول نشوین وی راهش جدا، راه تو جدا هست. السلام علیکم دابلا، من یک خواهر اسلامی شما، آیا شب نکاح ما می توانیم که همراه دوگانه هایم رقص و بازی کنیم در خانه بین خودمان؟ یعنی خواهر اسلامی سوال کردند که شب که نکاح می شود آیا ما می توانیم که بین خود رقص و بازی کنیم، دف زنی کنیم؟ پیغمبر خدا چی می گوید؟ اعلنوا النکاح وجعلوه فی المسجد واضربوا علیه بالدفوف. بالدفوف، این حدیث ترمذی به دست. پیغمبر خدا گفتند شما نکاح ها را آشکار کنید، یعنی نکاح های شما چنان نکاح باشد که آشکار باشد، تمام محله درکدار شوند که در این خانه نکاح است. با دف ها گفت پیغمبر، دف زنید، در همون شب نکاح دف زنید دخترها. و نکاح ها را پیغمبر خدا گفتند که شما در مسجد انجام دهید. چه توصیه خوبی کردن پیغمبر. امروز ما و شما هم اداره زکس داریم، می روند جوانای ما و شما همون شیشه ها را کشاده میکنند، خب همون خده های هستند میبردارند. به مراد چی؟ به مراد که همین خواهر و همین جوان زندگی خوب بینن. نه، زندگی تو بدبختانه هست، زندگی تو افلاس زندگی هست، زندگی تو آغاز از چیز حرام شد. اون قدحی که تو در دست داری و قدح در قعر نیش سری تو خداوند باید جای میکنه. پیغمبر خدا میگوید شما در مسجد نکاح کنید. مسجد، وقتی مسجد که آمد اینجا یک توده دخترها که جمع شد، داملا چیزی میگوید که تمام آنها گوش میاندازند که نکاح چی ماهیت دارد، عاقبت نکاح چی هست. لیکن این خواهر حق دارد که همراه دوگانه های خود دف زنند، رقص کنند، بازی کنند بین خود. مرحمت اجازت است. لیکن از همه شما خواهش میکنم برادرای عزیز و کسانی که نکاح کننده هستند، در وقتی که دو جوان شما نکاح میکنید اونها را پرسان کنید که نماز میخوانند یا نه. از نماز اونها بپرسین که نمازخوان هستند یا نمازخوان نیستند. و بسیاری جوانها امروز یک خرافات دیگر هم جا دادند، در پایها همون طفلی هاشون بالای کرپچه رفته می نشینند. این چی معنا دارد؟ تو را ایمانت ضعیف است برادر عزیز. اگر ایمانت ضعیف نباشد تو از اون طفلی و از اون کفشی که در پا داری چرا می ترسی؟ وای با عقیده تو این است که اگر وای تو بدر کنی تو سیاه‌بخت می شوی. نه، برعکس تو نیکبخت می شوی. تو یگانه تمام اخلاص و وجود تا به سوی خدا روان کن. از دست هیچ کس هیچ چیز نمی آید. طفلی ها را بدر کن، در بیرون بگذار و به حضور نشین. خوراک و آبی که میارن نمیخورم. چرا نمیخوری؟ خور از چیزی که هست در پیشت. چیزی میارن خور، همه برای تو حلال است. این خرافات هایی هست که در مینه سر ما و شما جای کردن. نخور. برای چی؟ شاید که همین یگان سحر کردگی باشد. تو بدبخت هستی آخر. ملا میخورد، تمام آدم های همون داخل خوردن، سحر اونها را تاثیر نکرد، فقط تو را تاثیر میکند. و در بین بسیار کمبودی های هست، مثل تغپولی. تغپولیش چی است؟ با وقتی اگر شما رو پرو نکاح کنین دیگر تغه در اینجا لازم نمی شود. رو پرو نکاح کنین تا که صدای زن مرد شنود و صدای مرد زن شنود.
این از قاعده نکاح. باز یک خراجات کمتر می شود، این بد است. یا سرجلب روان میکنین، بیاین بسش کنین. آخه همین شرط است که همین یک برادر را پوست کنیم، تمام آن چیزی که دارد همش تله و تاراج کنیم. بالای کرپه یک مردکی دیگر ششتگی است، با کرپه را میفرارد، با وی هم پول دادن در کار. همین رحم است، همین انصاف است. یا در قدیرها یک توده جوانهای اوباش جمع میشوند، ما را شهتاز ده. همه این باور کنین در غصب داخل میشه. همه این غارت است. وای نمیخواهد. کی میخواهد که تقه پولی دهد؟ کی میخواهد سرجلب دهد؟ هیچ کس نمیخواهد. باز قطعی همون شرطنامه میکنید 10 سوم و 20 سوم، تو 10 سوم و 40 سوم. اینا باور کنین اینها مصیبتن، اینها خنده نیستن. اینا مصیبتن در دین ما و شما. همه میخندد به حال ما و شما. یک باره کمبغل شدیم، نادار شدیم، گدا شدیم. باز یک مرد بیچاره خدا رحمتش کند میگوید دعام بده 670 از روسیه رفته است. در 60 در 70 روسیه کارکنی میرود. همین انصاف است. بیاید غم یک دیگر را خرید. یا وقتی یک توده جمع میشوید در همون شب نکاح، مادری او است، اپای او است، یک سوزن دیگر در دست باز میدراید، پیشای برکشاده، وقتی سر خم میکند تا وجود، تا همه وجودش میتابد، یک سوزن در پشت همون بچه زده است. این چی معنا دارد؟ اینش از همه در گناه بدبخترین است. قسم به خدا اگر این همین عملهای تکرار کردم، همینها اگر در همون شب نکاح صورت گیرد، نکاح واقع نمی شود، نکاح درست نمی شود. بعد نکاح اینقدر عملهای شرکانه و عملهای فاسد وقتی که شما جاری میکنین، این نکاح شما دیگر چی است؟ وای سنگ است نمیشکند. اینا را راه نتین، نگذارین. همون زنی که هست بیرون ایستد، داملا موعظه کند پیش از نکاح کردن. این از قاعده نکاح. بعضی پیشوای ما بیچاره همون چشمش چار است که همون چینی را یا که متریال یا چند سوایه میدهند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. حاجی میرزا، من از شما التماس میکنم درباره بعضا مسلمان هایی که خود را در زیر لقب حاجی رفتارهای غیر مسلمانی میکنند و دین اسلام به نام حاجیگی را پس میزنند کمی سخن کنید. در محله ما حاجی زیست میکند، زندگی میکند که به زنهای مردم هوسخوری کرده به آنها نیتش بد هست. حتی به دختر عمکش چندین مراتبه خواست است تجاوز کند. این بدبخت در سن 4 ماهگیش مدت 3 ماه از زن عمکش شیر خوردگی است. یعنی همین حاجی در سن تا 2.5 سالگی اگر کدام ما و شما از کدام زنی که اگر شیر خورده باشیم ما فرزند وی حساب میخوریم، دخترهای وی خواهر ما و شما حساب میخورد. یعنی این بدبخت حاجی همین 4 ماه در 4 ماهگی شیر خوردگی بوده است. با به دختر عمکش نیت تجاوز داشته است که این خواهر او حساب میخورد و امروز میخواهد که با خواهر خودش زنا کند. ما نسبت این کارهایش او را در مسجد محله خودمان محاکمه کردیم، اما شخص پیدا نشد که او را با این کارهایش سرزنش کند. من شخصا وی را از مسجد پیش کرده گفتم که تو دیگر به اینجا نیا. روز دیگر در همین محله یک بار 2 جنازه شد و همان بدبخت در هر 2 جنازه با سری بلند اشتراک کرد، گویا یگان گپ نگذشته باشد. به مسجد آمدن را دوام داده ایستاده است. نه ملا امام نه دیگران او را گپی نمیزنند، چون که از وی میترسند. از شما داملای محترم خواهش میکنم که فکر و عقیده خودتان را در همین نماز جمعه آشکارا نسبت رفتار این حاجی بیان کنید. با احترام، یکی از مخلصان اشهدی شما. البته
وقتی کلمه حاجی چی کلمه زیبایی هست، چی کلمه قیمتی هست که پیشینی های ما و شما برای این عنوان حاجیگی را گرفتن چی زحمت ها داشتن، لیکن به این روزی خیلی و خیلی پر اجر و به این نیت خیلی نیک بیچاره ها میسر نشدن. لکن صد افسوس که امروز بعضی از افلاس ها رفته حج میکنند، باز آمده به این کارها وقتی که دست میزنند اینجا تمام حاجی ها بدنام میشوند. من بسیار دوست می‌دارم که کسی حج رود که به قدر حج میرسیدگی باشد، کسی حج رود که از تاریخ اسلام آگاه باشد. وقتی رفته خانه کعبه را بیند دل او ریشش پاره شود. حضرت سعدی میگوید به طواف خانه رفتم به کعبه رحم ندادند که برون در چی کردی که درون خانه آیی. من وقتی خانه کعبه رفتم خانه کعبه مرا نگذاشتن که خانه کعبه درایم. برای چی؟ برای تو چگونه مسلمان هستی، چی خدمت در اسلام کردی که امروز طواف زیارت کعبه آمدی. هیچ سیقل نکو نتواند کرد، خدا رحمت کند سعدی را، هیچ سیقل نکو نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. این البته زاده خر است، این بدبخت است اون کسی که به این کار البته چنگ بزند. پیغمبر خدا میگوید من زنا بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الامه. بسیار حدیث وعیدی سخت است. کدام مرد یا کدام زنی که شوهر دارد یا کدام مردی که زن دارد باز با این قانع نمیشوند، چشم به خانه یک مرد دیگر میزنند یا با یک زن دیگر میخواهند تجاوز کنند، بر این زن و بر این مرد نصف عذاب تمام امت در قبر بالا اینها میآید. باور که ما طاقت یک عذاب قبر خودمان نداریم. اگر در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان باشد بالای این دو بدبخت، این حاجی و این بگیم این که اون بیچاره زن عمکش گناه ندارد، زیرا این کار این حاجی بدبخت کرده است، بالای همین حاجی نصف عذاب اگر 1.5 میلیارد تقسیم کنین شما، نصف عذاب همه همین بالای همین است در داخل قبر. اذا ذن الرجل خرج منه الایمان کان علیه کالظلة. پیغمبر گفت وقتی که کدام شما نیت زنا کردین یا میخواهین زنا کنین، همون زمان ایمان شما در بالای سر شما میبراید، در وجود شما دیگر ایمان نیست. لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. این پیغمبر سوالش است. وقتی زناکار زنا میکند وای در حالت زنا یا در نیت زنا وای باز مسلمان است؟ نه مسلمان نیست. گفتم پیغمبر زناکار مسلمان نیست. اگر من از تفسیر قرطبی برای شما بیان کنم، صاحب تفسیر قرطبی میگوید کدام مرد زنا کرد یا نیت زنا کرد وای زنش طلاق میشود. این صاحب تفسیر قرطبی میگوید. از این خاطر این کسی که این کار کرده است، اگر از روی جهل بود، از روی نافهمی بود، اگر در بین مردم و تنهایی به سوی خدا توبه کند و گوید که دیگر این عمل زشت از من صادر نمی شود، این حالت ده شاید که خدا وی بخشد. و تمام مردم هم در این حالت وقتی وی توبه میکند، تضرع میکند، میگوید که این از سهو از خطا شد، وی را دیگر کاردار نشود، وی را گذارند که در مسجد نماز خواند، بگذارد که دوام نماز شد، چیکار کند؟ دوام دهد. این است توصیه اسلام. السلام علیکم داملای شیرین سخن.
آتای من، پدری من در دوشنبه کار میکند. در یک ماه یک بار می آید، باز می رود. من فرزند کلانی خانه هستم. ما یک همسایه داریم، می آید می رود. همسایه نزدیک است، اما همسایه فساد است. اما مرا دلم نمی کشد خطی مادر من گپ زند. من چند بار همراه او جنجال کردم، اما او بی‌آر است. با خانه ما می آید. هر روز او را من می بینم، در غضب می آیم. اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. در این کار چی گفتنی؟ داملای شیرین سخن، درست جواب دهید. یعنی شکایت این دادر این بود است که پدرش در دوشنبه کار میکند، در یک ماه یک بار خانه می آمده است و با کدام مرد فاسد یا فساد یا بدبخت است خانه همینها می آمده است در حالت نبودن پدر این. و این جوان میگوید من غضبناک میشوم، چندین بار جنجال ها کردم، تا حال این جنجال من هیچ تأثیر و فایده ندارد، این مرد رفته می آید. یعنی حکم اسلام در این چی هست؟ اولا در این کار باید مادر شما اصلاح شود. وقتی تو نمیخواهی باید مادر تو هم نخواهد آمدن اون مرد در نبودن پدر شما. این لکم علی نسائکم حق ولنسائکم علیکم حقا. پیغمبر خدا گفتند این مردها شما بالای زنها حق دارین و زنها بالای شما حق دارند. فحقكم علیهن، حق مردها بالای زنها چیست؟ پیغمبر میگوید ان لا یوتئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. پیغمبر گفتن وقتی شوهر نباشد باید که این مرد خانه زنی به شوهر داخل نشود. حق زن میگوید این است، یعنی حق مردها بالای زن این است که در نبودن شوهر هیچ مرد را در خانه خود راه ندهند. در کرپچه و در بالشت و در خانه که مثال شوهری تو می نشیند یا همون خانه در داخل خانه تو باید در نبودن شوهری تو، پیغمبر خدا میگوید باید هیچ مرد داخل نشود. این یک علامت بدبختی است که وقتی ما و شما خانه یک برادر می رویم و نگاه میکنیم که فقط زنی وی است، شوهری او بیرون است، خواه در دوشنبه است، خواه در رسی است، خواه در شهر است، ما حق نداریم که اون خانه در مهمان شویم. مادامی نیست ما باید که از فتنه خودمان دور بگیریم. زیرا پیغمبر خدا را بین حدیث ها را چی میگوید؟ ما خلا رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثهما. من گفته از پیغمبر خدا به شما خبر میدهم که وقتی که یک مرد با یک زن در یک جا نشست حتمی سیوم اینها شیطان می شود. یعنی زن وقتی با یک زنی بیگانه تو در یک خانه تنها می نشینی حتمی شیطان در بین شما داخل می شود و شما عاقبت یک کاری به ترتیبی را انجام می دهید. باید که مرد خانه زن به شوهر یا شوهرش در سفر بودگی حق ندارد که مهمان شود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من قعد علی فراش مغیبت قید الله له ثعبانا یوم القیامت. کدام مردی که از نبودن شوهر همسایه استفاده میبرد و شوهر او را دور میبیند و به خانه او داخل میشود به نیت تجاوز یا با نیت بده، قیض الله له ثعبانا یوم القیامت. پیغمبر خدا گفت این بدبخت روز قیامت گرفتار عذاب مار عافی میشه. مار عفی میگیم، همون مار عفی، همون مار خیلی کلانی که هست، انا همین گونه طایفه مردها در عذاب اینها روز قیامت چی میشوند؟ گرفتار میشوند.
بی نهایت خوب می شود. حتی در قرآن سوره نور اگر شما نظر کنین آیت های 28 وی 27 وی برای ما و شما خبر می دهد که این وقتی که شما کدام خانه می روید اولا اجازت گیرید. بین امروز همون گاوهای بشاخوان بسیار است بین ما و شما، دیگر نه دروازه تق تق دارن نه صدا دارن، راست به همون خانه چکار میکنن؟ حرکت میکنن.